زنهای سن سال ما کابل خیلی کم تقیین است راه رفتن. اگر راهو هم خیلی وای باشن برای کابل کشتن بسیار قلای میشه. اکنون که وای نیست راهو که هم خیلی وایرون هستن چکرو پستیش بسیار است. مجبوریم که نپوشید. مارینکا پوشیم، ایرینکا پوشیم. پس تک سیزن اوبفی وای خشک پوشیده میتونیم. خوب اپا جان همی با سبب بیان که همی راه‌ها ویران هستن راه‌های پیاده‌گرد در یک سال مثلا چند بار پای افزال خودتون نو میکنید یا که تعمیر میکنید؟ پای نه تو وقت من دخترها و فرزندان کابل همیشه تعمیر کردن در خود و کم وایش پرد که کابل ویران میشه تعمیر اگر دیده باشه بخیر پایین کابل با یک چیزی کاسمتیک زدگی اگر با ایواز نکنی همین تأخیر یعنی سیزن برآمدن بهار برآمدن یک چند مرتبه تعمیر میشه. خب یک بار تعمیر کردن چند پول است؟ یک بار تعمیر کردن من رای بر تعمیر کردیم 15 سامان گرفت.